افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سه برادر، سه پسری پادشاه آمدند و به همان سه راه رسیدند. سه شاه دختر در چادر سر سه راه آنها را انتظاری می کشیدند. برادر خردی یک دختر و یک اسب را به عکای کلانیش، یک دختر و یک اسب را به عکای میانیش داد و یک اسب و یک دختر را خودش گرفت. بعد سه برادر، سه پسر پادشاه، سه شاه دختر سوار سه اسب ذاتی به سوی وطن راه پیش گرفتند. آمدند و به تگی یک چنار عظیم رسیدند. در سایه چنار صوفه بلند و بر هوای دیده هوسشان آمد و اسب‌هایشان را باز داشته از اسب فرامده در روی صوفه و در سایه چنار عظیم دم گرفتنی شدند. خیلی استراحت کردند و برادر کلانی با برادر میانه گفت: اوکا جان، با کدام روی با پیشی پدر و مادرمان می رویم؟ با اونها چی می گوییم؟ ما هر دو خدمتگار بودیم، قرضدار و ابگار بودیم میگوییم. مگر از این گپ را گفتن مردنمان بهتر نیست؟ راست میگویید اکا، گفت برادر میانه. علاج یگانه از اوکامون خلاص شدن. بعد آنها بین خود مصلحت کرده در فکری نیست کردن برادر خردی شدند و به او گفتند: اینجا عجب جای دلربا بوده است. چی میشد که شب را در همین جا گذرانیم و سحر حرکت کنیم؟ برادر خردی راضی شد. همین که او را خواب برد، اکه‌ها در سر راهش چاه گفتند و در لب چاه میخ زده با میخا شمشیر بسته از عقب چاه فریاد کردند: دزد آمد، دزد آمد، دار دزد را! برادر خردی کنی دزد گفته خود را از صفه پایان پرتافته خواب آلود به طرف آواز اکه‌هایش دوید. دو پایش به دم شمشیر برخورده سرازیر به چاه افتاد و از هوش رفت و دیگر صدایش نبرآمد. اکه‌هایش خاطر جمع شده دست و پای زنی برادرشان را بسته، خدا خواهد نصیبی گرگ و پلنگ و یا شغال و شیر می شود گفته زنهایشان را گرفته رفتند. آنها به پایتخت مملکت رسیدند و خبری آمدنشان به پادشاه رسید. پادشاه خرسند شده پیشواز برآمده پسرانش را به آغوش کشیده رویش را به رویشان مالیده به قصرش آورد و از پسر خردیش درک پرسید. گفتند: او به گپ ما گوش نکرده به راه روی برنمیگردی رفت. ممکن به دست راه زنها افتاده نابود شده باشد. پدر و مادر این گپ را شنویده گریه ها کردند و غم خوردند، لیکن باز شکر کردند که دو پسرشان صحت و سلامت گشته آمدند. پسرانمان صحت و سلامت گشته آمدند گفته توی برپا کردند و 3 روز به تمام مردم شهر آش دادند.
3 روز مردم تمام شهر با آتشدانهایشان علف نمانده پلوی پادشاه را خوردند. اکنون از پسر خردی گپ زنیم. پادشاه بچه سحری به هوش آمده دید که 2 پایش بریدگی و تگی چاه خوابیده است. آواز برآورد. در جواب آوازی زنش را شنوید. دست و پای مرا بسته رفتند، از جای جنبیدن نمیتوانم. فریاد کن، گفت پادشاه بچه. کسی شنویده آمده دست و پایت را میکشاید. زن یاری دهید، یاری دهید گویان فریاد کرد، ولی صدایش به گوشی کسی نرسید. چند وقت گذشت. یک موی سفید تنها و غریب در دشت خرگوش و کبک و مرغ هلال شکار کرده میگشت. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین برای